مازیار فلاحی لامصب اینقدر حسی میخونه آهنگاشو که اگر آدم برای یک بار حتی در طول زندگیش با جنس مخالف حتی یک کلمه صحبت نکرده باشه شکست عشقی میخوره. اینقدر که حس تو کاری هست. آقا یزدانی میگه یه بار اومدم شکست عشقی بخورم، مو توش بود نخوردم. صحبت از شکست عشقی بود. این پسرای ایرانی اول شکست عشقی به دنیا میان، بعد دست و پا در میارن. هفته یه بار شکست عشق. میگو پسر رگشو به خاطر دختره زده، بردنش بیمارستان، عاشق پرستاره شده اونجا. اینا چی جوری داستانشو من نمیدونم. آقا یزدانی اینجوری نگاش نکنه. سمن خریده بود، از این سمندای پر آپشن. اون موقع مقدار خیلی توفن بود. نشست تو سمن، در و بست، در نیمه باز بود. یهو یکی از آپشن ها به کار افتاد. درب خودرو باز است. آقا یزدانی در رو باز کرد، محکم بست. گفت بستم. کجای جیگر؟ بیا بیرون ببینم. همشه آدم کم جنبه میشه با بله. دوله بندری. عزیزان چه خبر اینجا امشب؟ 2 BMW با هم ازدواج کردن، بچهشون شد پراید. ازدواج فامیلی، بچه معلول به دنیا میاد. داستان همین جوریه دیگه. رفته بودن کارخونه بنز، گفتن که از رئیس کارخونه بنز سوال کردن شما از کجا مطمئن میشید وقتی ماشین آماده تحویل هست که این ماشین هیچ منفذ و روزنه‌ای نداره؟ رئیس کارخونه بنز گفت معلومه، ما وقتی ماشین آماده تحویل میشه شب یک گربه میذاریم داخل ماشین، صبح میریم. اگر گربه خفه شده بود، مرده بود، معلومه که این ماشین هیچ منفذی نداره و کاملا استاندارد. اومدن خودروسازای ما رو گفتن شما چی کار میکنید؟ از کجا میفهمید که منفذی نداره؟ اونام گفتن معلومه، ما شب یه گربه میندازیم تو ماشین، صبح میام اگه گربه فرار نکرده بود که حتما منفذی نداره، گربه فرار میکنه. تشکر میکنم از 2-3 نفری که از اول دارن دست میزنن. اول که اومدم یه جوری برخورد کرده، من استرس بهم دست داد. به قول یکی از رفقا میگفت نشسته بودم تو تاکسی، اومدم کرایه رو حساب کنم، 1000 رو در آوردم، دیدم پاره پوره است. ترسیدم بدم، گفتم چه کار کنم چه کار نکنم. تا زدم یه جوری که این آقای راننده متوجه نشه بدم دستش. از لحظه ای که میگفت این کرایه رو از من گرفت، چنان استرسی بر من غالب شد. چون دیدین بعضی از راننده تاکسی ها اعصاب ندارن، پول پاره بهش بدی همونجا خلاصه آره دیگه اعصابش خراب میشه. حالا این خوبه. اون یکی رفیق من میگفت که تو تاکسی نشسته بودم، 2 راننده تاکسی با هم دعواشون شد. اون به این که ما نشسته بودیم تو تاکسیش گفت تو مسافر کشی، تو لجن کشی. ما نگام که ما لجنیم، این لجن کشی داستان کجاست بوده. خلاصه میگفت که من پولو دادم دست راننده تاکسی. از لحظه که این پولو گرفت چنان استرسی بر من غالب شد، اومدم بگم که آقای راننده هم بغلا من پیاده میشم، گفتم هم بغلا من پاره میشم. آقای یزدانی به میگفت حسن اگر روزی در خیابان میرفتی و دیدی از روبرو صدای گراز میاد، نترس، خوف نکن. اون شخصیه که داره خودشو آماده میکنه واسه توف انداختن. خیابون جای کار است، آدم میاد توف کنه تو چشم. همه اصلا همه آقای یزدانی میگفت حسن بعضیا خیلی خوش شانسن. گفتم تو شانس رو در چی میدونی؟ گفت طرف انقدر خوش شانس تو خیابون داره راه میره، یه ساک پر از ترابل پیدا میکنه، بر میداره میره و اصلا مسیر زندگیش عوض میشه. اون وقت میگفت من تو پیاده رو میرفتم، یه سکه 25 تومانی رو زمین دیدم، خم شدم بردارم خشتکم پاره شد. این شانس رو بگیر. میتونی شما پشت شیشه مغازه ببینی کاغذ چسبونده و نوشته روغن مار 100% گیاهی. 45 دقیقه بود نگاه میکردم، مار 100% گیاهی، هم چیزی میشیان. میگو فقط یک ایرانی میتونه یک دل سیر
از عالم آدم پشت سر عالم آدم غیبت کنه، آخرش هم بگه به ما چی، هر کی واسه خودش زندگی میکنه. تو بابا یارو به در دار. من خواننده نیستم عزیزان، فقط به خاطر اینکه یه خورده ذائقه شما تغییر کنه، گاهی اوقات با صداهای مختلف اینجا یه کارایی میکنیم که شما شاد بشین و الله ظاهر کچل ما کجا با خوانندگی. خواننده باید ظاهر خوبی داشته باشن، جدی میگم. شما نگاه کنید تمام خواننده های 20-30 سال قبل شکل کفتربازا و راننده های تریلی بودن، همه‌شون از همونه که خودتون اگر چه جای دل، همه‌شون قیافه‌ای. فقط اون از اول کسی که تا الان تغییر نکرده این سیاوش قمیشی بود، شکل معلمای پرورشی بود، قیافش هم هیچ تغییری نکرده، همونجوری مونده بود. ببین دلم ایشی. عزیزان من از کچلی گفتم بهم خندیدی.